به نظرتون لاله بعد از فهمیدن راز اونور چی کار میکنه؟ آیا لاله و اونور بالاخره با هم آشتی میکنن؟ تکلیف خانواده جدید اونور چی میشه؟ اگه میخوایم بدونین توی قسمت آخر سریال شماره 309 یا همون دختران گلفروش چی در انتظار لاله و اونوره، کانال لنز رو دنبال کنید و این ویدیو رو تا آخرش ببینید و لذت ببرید. لاله با رفتن به جشن تولد درود دختر اونور بالاخره راز اونور رو میفهمه و توی همون جشن تولد حلقه ازدواجش رو به اونور پس میده. لاله اونور رو ترک میکنه و به خونه مادرش میره تا با مادرش سنگول و خواهرش نیلوفر و نرگس زندگی کنه. اونور برای حرف زدن با لاله به خونه سنگول میره، اما تلاش اون بیفایده است و آخرش مجبور میشه دست از پا دراستر اون خونه رو ترک کنه. پدر لاله ییلدریم خیلی سال پیش همین بدی رو در حق همسر و دختراش کرده و حالا برای جبران اشتباهاش تو خونه روبروی اونا ساکن شده. پس اونور دست به دامن اون میشه تا کمکش کنه. تو خونه سنگول عمه، مادر و خواهرای لاله سعی دارن اونو دلداری بدن، اما همونجاست که شوهر خواهر لاله کورتولوش بعد سوتی میده و اونا میفهمن که بله اونم از قضیه باخبر بوده و دیگه خودتون حدس بزنید که اونا با چه وضعی کورتولوش بیچاره رو از خونه بیرون میندازن. لاله برای جمع کردن وسایل خودش و پسرش امیر به خونه خودش میره و اونجا با اونور روبرو میشه. اونور برای اون توضیح میده که اونم تازه از این موضوع با خبر شده، اما لاله از اینکه اون آخرین نفری بوده که این موضوع رو فهمیده خیلی ناراحته و اونو نمیبخشه و وسایلش رو جمع میکنه و میره. حتی صحبت‌های پدر و مادر اونور هم با سنگول به نتیجه‌ای نمیرسه و سنگول اونا رو از گل فروشیش بیرون میکنه. سنگول طبق معمول همیشه سعی داره ییلدریم رو توی همه چیز حتی این موضوع هم مقصر نشون بده، اما این دفعه با واکنش نرگس دختر کوچیکش روبرو میشه، چون یه جورایی انگار اون دوست داره میونه مامان و باباش دوباره خوب بشه. حالا سنگول و دختراش یه تیم شدن تا حساب شوهرای خیانتکارشون رو کف دستشون بذارن. از اون طرفم تو خونه ییلدریم یه خبراییه. جونم براتون بگه که اونورم با باجناقش و پدرزنش یه تیم تشکیل دادن و عزمشون رو جزم کردن تا دل خانوماشون رو به دست بیارن. به نظرتون بالاخره این سه تا مرد میتونن دل خانوماشون رو نرم کنن؟ عضو کانال لنز بشین تا با هم بریم ببینیم در ادامه قرار شاهد چه اتفاقایی باشیم. نگم براتون از رفتن اونور به در خونه مادرزنشو توی کوچه با صدای بلند لاله رو صدا زدنشو روبرو شدن آقایون گناهکار فیل با خانوماشونو یکی به دو کردنشون. مشکل که حل نشد هیچ، بدترم شد. آقایون باختن، بعدم باختن. حالا شب شد و ییلدریم و دوماداش توی خونه دارن برای حرکت بعدیشون نقشه میکشن. اون طرفم سنگول و دختراش از پنجره خونه روبروی دارن اونا رو دید میزنن و زیر نظر میگیرن. بالاخره اون شب تموم شد و یه روز تازه برای سنگول و دختراش و ییلدریم و داماداش شروع شد. هر دو طرف کلی به خودشون رسیدن تا یه عملیات جدید رو علیه هم شروع کنن و باید دید در آخر کدوم تیم برنده میشه. اما بگم از نقشه‌های تیم ییلدریم که با خرابکاریاشون یکی پس از دیگری نقش برآب شدن. از آویزون کردن بنر عذرخواهی از پنجره خونه‌شون بگیر تا با گل و بادکنک به استقبال لاله رفتنشون و سوتی دادنشون. اینجاست که تلاشای بقیه هم برای کمک به زندگی اونور و لاله شروع میشه. اول که ازگه مامان درو به اونور میگه تصمیم گرفته با دخترش از استانبول بره چون نمیخواد زندگی اونور به هم بریزه.
بعدش مادر اونور یلدیز خانم هم به دیدن لاله میره و اعتراف میکنه که اون باعث جدایی اونور و ازگه شده چون ازگه رو لایق خانواده‌شون نمیدونسته. و در آخر هم ازگه برای معذرت خواهی به دیدن لاله میره و بهش میگه فقط دخترم میخواست پدرش رو بشناسه و اینو بهتر از همه تو درک میکنی چون تو هم بدون پدر بزرگ شدی و من قصد ندارم زندگی شما رو خراب کنم چون اونور تو رو خیلی دوست داره. حالا که لاله فهمیده اونور و ازگه به اجبار از هم جدا شده بودن، فکر این که اونور دوباره به ازگه علاقه پیدا کرده باشه عین خوره به جونش افتاده. اما مادر و خواهرش بهش اطمینان میدن که نباید به عشق اونور شک کنه. هیچ کسی خبر نداره که چه کسی لاله رو به اون تولد دعوت کرده بود. به جز عموی اونور و عروسش فیلیز که حالا مطمئن شدن همه اینا زیر سر ارول و مادرشه، یعنی در واقع همون زنمو و پسرعموی بدجنس اونور برای تصاحب شرکت پدر بزرگشون. پس پیش اونا میرن و وادارشون میکنن که دیگه از این کارای بدشون دست بکشن. صبح میشه و اونور با ناامیدی وسایلش رو جمع میکنه تا از خونه یلدیریم به خونه خودش و لاله برگرده. تو همین موقع زنگ خونه سنگول به صدا در میاد. یعنی کی میتونه باشه؟ برای فهمیدن جواب این سوال نیلوفر و لاله در رو باز میکنن و اونور رو پشت در میبینن. لاله به اونور از نگرانیش در مورد علاقه دوباره اونور به ازگه میگه و اونور هم از علاقه بی‌اندازه خودش به لاله. و در آخر اونور میگه من دارم برمیگردم خونمون، اگه هنوز منو دوست داری تو هم بیا. لاله با حالتی درمونده از خانواده‌اش کمک میخواد و اونا هم ازش میخوان به حرف قلبش گوش بده. اما برای بار دوم صدای زنگ در به گوش میرسه و این دفعه کورتولوشه که برای عذرخواهی اومد و نیلوفر اونو میبخشه. لاله که دیگه نمیتونه دوری از اونور رو تحمل کنه به صدای قلبش گوش میده و به خونش برمیگرده. اونور که حس کرده بود اون برمیگرده با یه خونه پر از گل به اون خوش آمد میگه و سورپرایزش میکنه و اینجوری میشه که این دوتا کبوتر عاشق آشتی میکنن. حالا نوبتی هم که باشه دیگه نوبت آشتی کردن سنگل و یلدیریمه. بله، سنگل لجبازم بالاخره از خر شیطون پایین میاد و شوهرش رو میبخشه و ازش میخواد که پیش اونا بمونه. اما ببینیم چی به سر آدم بدای فیلم میاد. پدر ارول اونو برای عذرخواهی پیش اونور میبره و اونور با خوشرویی اونو میبخشه و میگه ما یه خانواده ایم، پس شرکت پدر بزرگ متعلق به همه ماست. و اینجوری میشه که کدورتاشون رو واسه همیشه کنار میذارن. خدا رو شکر که آخر فیلم بالاخره آرامش و عشق به این خانواده برمیگرده و شاید یه جمع خوشبخت در کنار هم هستیم. خب بگید ببینم فکرشو میکردین که آخر این سریال همه چی به خیر و خوشی تموم بشه؟ نظرتون رو در مورد این سریال برای ما بنویسید و با دنبال کردن کانال یوتیوبی لنز حمایت از ما رو فراموش نکنید.